زیباترین و شگفت‌انگیزترین جواهرات دنیا در این شهر پنهان شدند. الدورادو رازی بزرگ که انسان‌های زیادی رو مشغول به خودش کرده بود. از دوران باستان افسانه درباره یک شهر طلایی گم شده به نام الدورادو وجود داشت. این افسانه اسرارآمیز میلیون‌ها نفر رو به سمت خودش جذب کرده. داستان الدورادو به قرن 16 و زمان کاوش‌های اسپانیایی‌ها در آمریکای جنوبی برمیگردد. افسانه میگوید این شهر باستانی با ساختمان‌ها و معابد طلایی در میان مه و جنگل‌های آمازون پنهان شده است. این رویای طلایی ماجراجویان بسیاری رو به سمت خودش کشونده، اما علیرغم تلاش‌های بسیار هیچ کس تا کنون نتوانسته است موقعیت واقعی الدورادو رو پیدا کنه. آیا این راز تا ابد حفظ خواهد شد؟ نظر شما چیست؟